من و تو وارد یه دونه ماجراجویی شدیم. یک ماجراجویی توی دنیای توسعه فردی. توی این ماجراجویی چیزهای خطرناکی ممکنه وجود داشته باشه. ممکنه خیلی موقع‌ها ما بترسیم. اما اگر ترسیدیم چیکار کنیم؟ این ماجراجویی یک ماجراجویی هست توی پیام‌های خیلی مهمی که آدم‌های بزرگ توی دنیا برای ما آماده کردن. خب رسیدیم به دومین قسمت از پیام‌های آقای علی عبدال و کلاً مجموعه‌های توسعه فردی. امروز آقای علی عبدال برای من یه دونه ایمیل دیگه فرستاده. ایمیلی که امروز فرستاده دوباره 4 تا درسیه که توی این دوران 20 سالگیش گرفته و میگه که این درس‌ها مربوط میشه به سال 2019 و 2020. میگه که این درس مال موقعی بوده که من یه دونه پزشک بودم توی نشنال هلث سرویس یوکی، یعنی اون بنیانی که مربوط به سلامتی بوده توی بریتانیا و 1 سال اونجا کار کرده و در طول اون سال این تجربیات رو به دست آورده و حالا این درس رو میخواد به ما بده. اینم که لوح طلایی یوتیوب هست که آقای علی عبدال داره به خاطر تعداد سابسکرایبرهای خیلی بالایی که داشته. و اتفاقی افتاده این بوده، اون بازه زمانی علی عبدال میگه من اون موقع کانال یوتیوبم انقدر به درآمد رسیده بود که میخواستم دیگه کلا پزشکی رو بیخیال بشم و بیام بیرون از پزشکی. و خب اولین چیزی که اینجا به وجود میاد یه ترس خیلی بزرگیه برای خود شخص و حالا در کنارش یه ترس خیلی بزرگی برای اطرافیان شخص. مثلا فرض کن مثلا تو توی رشته پزشکی قبول شدی یا دندون پزشکی قبول شدی یا مثلا توی بهترین دانشگاه توی ایران مثلا داری مهندسی میخونی، یه رشته خوب میخونی، مدیریت میخونی، برای خودت یک پرستیژی داری دیگه وقتی کنکور قبول میشی. بعد یهویی بخوای بری توی هیته‌ای که اصلا به چشم خیلی نمیاد یا هنوز خیلی توی بو و کرنا نیست، اون موقع است که خیلی از اطرافیانت ممکنه بترسن، خصوصا عزیزانت، پدر، مادر، اینا ممکنه نگران بشن. آیا علی عبدال هم با یک همچین وضعیتی مواجه شد. وقتی داری تو کمبریج پزشکی میخونی و از اون ور یهویی میخوای بری کلا ولش کنی و اون شغل پزشکی رو بذاری کنار، این یه مقدار داستان ترسناکی میتونه باشه برای خصوصا اطرافیان آدم و البته خود آدم. اما چه اتفاقی افتاد؟ آیا علی عبدال چند تا درس گرفت توی این بازه، درباره ترسش هم صحبت میکنه توی این 4 تا درس امروز. اول از همه یه درسی رو میگه What's obvious to you is amazing to others. میگه که اون چیزی که برای تو خیلی واضحه، خیلی مشخصه، برای بقیه ممکنه خیلی جالب باشه، خیلی هیجان انگیز باشه. این درس رو از اینجا گرفته که میگه که من از یه جا بعد که کانال یوتیوبم خیلی رشد کرد توی این سال، توی اون بازه زمانی، با خودم هی فکر میکردم اینو بذارم، این ویدیو رو بذارم یا نگذارم، این ویدیو رو منتشر بکنم یا نکنم، این کارو بکنم یا نکنم، این خوبه، این واضحه، اینو که همه میدونن، اینو که مشخصه. میگه که وقتی این چیزا رو هی با خودم بررسی کردم به مشکل برخوردم و میگه چیکار کردم. میگه رفتم یه مدتی با یه بنده خدایی صحبت کردم. با کی صحبت کرده؟ با آقای درک سیورز. درک سیورز بچه‌ها یه دونه کارگردان خیلی معروفیه، اتفاقا یه دونه ویدیو تد خیلی جالبی هم داره که درباره اینه که مثلا موفقیت هامون رو به بقیه بگیم یا نگیم، یا اینجوری بگم هدف هامونو، این بهتره، هدف هامونو به بقیه بگیم یا نگیم. اتفاقا من یه ویدیو درباره اینم ضبط کردم تو کانالم قبلا و آیه درک سیورز باهاش چند تا صحبت میکنه، یه چیزای جالبی بهش میگه. حرفی که درک سیورز بهش میزنه اینه، میگه که چیزی که برای تو واضحه برای بقیه ممکنه خیلی جالب باشه، پس دریغش نکن دیگه ها. درسش میتونه این باشه برای ما. میگه که everybody's ideas seem obvious to them. میگه آقا ایده های هر شخصی برای خودش خیلی شفاف به نظر میرسه. میگه که خب این که معلومه، اینو که من میدونم مثلا، ولی میگه که من قول میدم، I'll bet، من شرط میبندم که حتی جان کالتران و ریچارد فاینمن هم
اونا هم حس میکردن که همه چیز برای اونها خیلی واضحه، ولی نکته اینه که این چیزایی که برای اینا خیلی واضح بود برای خیلی دیگه طبیعتا واضح نبوده. و حتی خیلی جالبه میگه که هیت سانگ رایترز، میگه اینایی که ترانه نویسن، اینایی که خیلی ترانه نویسایی یعنی که هیت شدن، خیلی بولد شدن، خیلی معروف شدن، میگه اینا اکثرا میگن که آقا موفق ترین آهنگی که ما دادیم بیرون مربوط بود به اون چیزایی که فکر میکردن که اینا خیلی چیزای ساده ایه، مثلا خیلی چیزای دم دستی و معلومیه و حتی بعضی موقع فکر میکردن که این ارزش ضبط کردن هم نداره. و دریک سیورز اینا رو بهش میگه که we are clearly bad judges of our own creations. میگه که ما خیلی به طرز واضح و شفافی قضاوتگرای بدی هستیم برای چیزایی که خودمون داریم تولید میکنیم و ما بهتره که اونا رو بذاریم بیرون و بذاریم که دنیا تصمیم بگیره. یعنی آقا اگه تولیدی داری، چیزی، کاری بلدی، اینو ارائه بده، بذار دنیا تصمیم بگیره. خودت نگو که مثلا نه این که به درد کسی نمیخوره، اینم که واضحه، اینم فلانه. آقا حرف حسابش به نظر من اینه، میگه فرصت رو از خودت نگیر. این حق امتحان کردن یک کار رو به خودت بده. درس ششمی که اینجا میده اینه، میگه don't run away from fear, lean into it. میگه که آقا خانوم تو از چیزی که میترسی فرار نکن، بیفت داخلش، خودتو داخلش غرق کن، بهش تکیه بده. میگه که من دارم دیوید ویلیامسون رو میبینم که یکی از حالا شعبده بازهای خیلی معروفیه که آقای علی عبدال دوستش داره و میگه که اونجا میاد یه دونه حالا شعبده بازی انجام میده و توی یک لحظه یک کار جالبی انجام میده و یه دونه سکه 50 پنی رو ظاهرا 50 پنی کوین احتمالاً بوده و اون رو یهویی غیبش میکنه. میگه که بعد از اینکه حالا اینو غیب کرد و این کارا رو انجام داد، میگه دیوید یه دونه پرسونالایزد ادوایس داد به من. میگه که یه دونه ایده ای رو، یه دونه توصیه شخصی سازی شده به من داد و این بود که اگه میخوای تریکت رو مثلا بهتر ارائه بدی، کاری که ما باید انجام بدیم اینه که یه دونه سکه رو قرض بگیریم و اون خیلی سورئال به نظر من. سورئال چیه معنیش؟ بذار ببینم. آره سورئال یه همچین چیزیه. حالا الان میریم تو معنی ادامهش میفهمیم احتمالاً منظورش چیه. یه کلمه فلسفی، من قبلا سرچش کردم ولی خب الان دقیقاً نمیدونم منظورش چیه. میگه که چند سال قبل حتی فکر کردم به این که یه چیزی انجام بدم مثل این کار برای من خیلی ترسناک بود. و این قضیه این بوده، الان بیشتر یادم اومد. قضیه این بوده که اینا توی یه دونه جلسه بودن از اینایی که یه عالم آدم نشستن توی سالن و مثلا یهویی شعبده باز صدا میکنه کی داوطلبه بیاد اینجا، میخوام یه کاری انجام بدم. علی عبدال میگه که من اینجا داوطلب شدم. میگه تا قبل از این من خیلی میترسیدم از این قضیه که بخوام مثلا داوطلب بشم توی همچین فضایی، ولی بعداً با خودم فکر کردم. میگه که دیدم که اتفاقا وقتی میرم داخلش خیلی هم ریلکس میشم. I was totally relaxed و این باعث شد که آقا من ادامه بدم که اون جاهایی که میترسم رو پیدا کنم و نذارم که آقا اون ترس منو عقب نگه داره. Lean into the fear and use that as a stimulus for growth. میگه که آقا این ترست رو کنار بذار، خم شو به سمت ترس، برو دنبالش و اینو به عنوان یک در واقع تحریکی نگاه کن، یه محرکی نگاه کن که این قراره تو رو مستقیما ببره سراغ اون ترسه. و حالا از این تبلیغاتش یک کوچولو بگذریم. هفتمین چیزی که آقای علی عبدال مطرح میکنه اینه، میگه که خودتون رو وارد یه بازی کنید، اما نه بازی که مثلا تا قبل از این داخلش وارد شده بودید. میگه وارد بازی بکنید
که شما رو به هیجان بیاره، نه یه بازی که همه افراد داخلش هستن. ببین بازی‌های مختلف داریم دیگه، الان مثلا کامپیوتر رو هم که باز می‌کنی انواع و اقسام بازی‌ها داری، نمیری سراغ اون بازی که مثلا افتضاح ترین بازی، امتیازش خیلی پایینه، میری سراغ یه بازی که جذاب‌تره، حس بهتری بهت بده و حس جالب‌تری توش داشته باشی. اینجا هم همینو داره میگه که بازی هیجان رو انجام بدید، نه بازی سکون و یه چیز ثابت و مشخص. و حالا مثال میزنم، میگه که من اومدم یه دونه برنامه‌ای رو برای خودم نوشتم که آقا مثلا با مسیر فعلی 5 سال آینده کجا هستم. خب این یه چیزی به نام اودیسه پلن یا نقشه اودیسه. میگه که مثلا میخوای ببینی برنامه‌ت خوبه یا نه، بیا و 3 تا سناریو بنویس. یه سناریو اینه که آقا من با همین مسیر فعلی 5 سال آینده کجام، به چیا رسیدم، و سناریوی بعدی اینه که من 5 سال آینده اگر یه مسیر کاملا متفاوت رو انتخاب کنم کجام، و سناریوی بعدی اینه که اگر کلا نظر مردم برام مهم نباشه و مثلا یه مسیری رو فقط انتخاب کنم و برم جلو، در این حالت چه اتفاقی میفته. به این میگن نقشه اودیسه. توی بیان علی عبدال یک همچین تعریفی داره. حالا نکته ای که هست اینه که میگه من اومدم برای خودم این رو تشکیل دادم، نقشه اودیسه رو، و نوشتم برای خودم که آقا مثلا با این مسیر پزشکی خودم به کجا میرسم تا 5 سال آینده. و دید جالبی که علی عبدال اینجا داشته اینه، میگه که من با خودم آخرش نوشتم که is this really it؟ میگه همین بود. تو کارتون نمو آخرش که ماهی آزاد شدن از اون آکواریومه، یه تیکه آخرش میگن now what؟ حالا چی؟ حالا چی کار کنیم؟ خیلی موقع افراد به یه جایی که میرسن تهش با خودشون ممکنه اینو فکر کنن که همین بود. اما این نقشه اودیسه، این ایده‌ای که علی عبدال داره، کمک میکنه که قبل از این که به اون مرحله برسی با خودت بگی همینو میخواستم. و خب این چیز خیلی جالبیه، چیز خیلی خوبیه که این نقشه اودیسه بر خود رسم کنی یا البته بنویسی دیگه. رسم که رسم کردنی نیست، نوشتنیه. میگه که من فهمیدم که خیلی چیزا توی ذهن من فقط بر اساس این بود که آقا مثلا من برم پزشکی بخونم، بعد پول در بیارم، بعد خونه بخرم، بعد فلان کنم. اینا همش پایش پزشکی بود. پایش این نبود که آقا این چیز آیا من رو هیجان زده میکنه یا نه. لزوما یه چیز هیجان انگیزی که من باش حال کنم مثلا نبوده. و بعد از این یه سوال اینجا مطرح میشه. میگه که سوالی که از خودت باید بپرسی این نیست که من چی کار باید انجام بدم یا هدفهای من چی هن. میگه که سوال اینه، به نقل از تیم فریس هم هست، سوال اینه، میگه که چه چیزی من رو هیجان زده میکنه. میدونی این باز با همون قضیه که میگه آقا توی لحظه حال زندگی کن، از مسیر لذت ببر، به نظرم کاملا همپوشانی داره. و 8مین درس Just for 5 minutes. بچه این درس خیلی درس جالبیه. میگه که آقا مثلا میخوای بری درس بخونی، مثلا میخوای بری یه ذره کتاب بخونی، مثلا میخوای بری یه دونه ویدیو ضبط کنی، یه کاری رو میخوای انجام بدی ولی یکم برات سخته استارت زدن این کار. این قانون میگه که وقتی یه کاری برات یه مقدار سخت شده، میگه فقط برای 5 دقیقه، 5 الان دایره‌ای کردم اینو نمیبینم بعضی وقتا توی دوربین، میگه فقط برای 5 دقیقه just for 5 minutes برو اون کار رو شروع کن. 2 تا حالت داره دیگه، یا اون کار رو شروع میکنی و میبینی که چقدر جالب، بذار ادامش بدم تمام بشه دیگه، یا میری توی اون کار میبینی که مثلا بازدهی نداره، یه مشکلی هست، خب مثلا خیلی خوابت میاد، خیلی خسته ای، نمیتونی ادامه بدی، اونجا میری خب مثلا کار رو میذاری کنار، میری استراحت میکنی. ولی این just for 5 minutes 5 دقیقه به خودت مهلت بده، حرفش اینه، و اون کار رو انجام بده، هی پشت گوش نندازش. مثلا میگه که من یه دونه دوره آموزشی بود، خیلی وقت بود میخواستم ضبطش کنم، اینو ضبط نمی‌کردم و
اتفاقی که افتاد این بود که اومدم و بالاخره بر این به تعویق انداختنه غلبه کردم و این دوره آموزشی رو ضبط کردم. حالا بذار ببینم درباره دوره چیه نوشته. ببین مثلا میگه که بعد از اینکه اینو گذاشتیم کنار، اومدم و با این دوستم مثلا ضبط کردم دوره رو و اتفاقی افتاد این بود که بعد از ضبط این دوره میگه که ما 8 میلیون دلار فقط با انگار 6000 تا شاگرد برای اون دوره آموزشی تونستیم درآمد داشته باشیم و این خیلی حس لذت و بحث joy and purpose by teaching میگه خیلی حس لذت برای من داشت، خیلی حس عمیق هدف داشتن رو برای من داشت و خلاصه تونسته یک پول خوبی هم از این دوره به جیب بزنه آقای علی عبدال. و سوالی که حالا در آخر وجود داره اینه که کجاها هست توی زندگی که شما، تو، من، او، ایشان spending more time in planning، میگه که ما مدت زیادی رو برای فقط برنامه ریزی داریم صرف میکنیم به جای اینکه بریم تو مود انجام دادن. مرسی که تا اینجای ویدیو من همراه بودی. این ویدیو رو لایک کن اگه دوست داشتی، کامنت بذار اگه نکته جالبی تو هم به ذهنت میرسه، اگه مثالی به ذهنت میرسه و سابسکرایب کن که ویدیوهای بعدی رو هم ببینی. با هم قرار شیرجه بزنیم توی دنیای توسعه فردی، پس با همدیگه بریم که با همدیگه بیشتر خوش میگذره. شاد و پیروز باشید. بدرود.